ببین نقشه رو گذاشتیم اینجا، تلفنمون لینکو داره، شبکه‌های اجتماعی دم دست داره، کسی میخواد به هر حال یه جوری دوست داره یه نفر باشون ارتباط بگیره، میخواد واتساپ پیغام بده، میخواد بره یوتیوب رو ببینه، فیسبوک، اینستاگرام و الی آخر، اینا حتما باشه، نقشه‌تون باشه، به راحتی بتونن بهتون دسترسی داشته باشن. و پایین‌ترش هم فرم گذاشتم. اغلب ما تا فرمو میذاریم اینجا میذارن مسیج، دقت کردید؟ نیم، ایمیل، مسیج. او اشتباهه. من بدون موبایل هیچ کاری نمیتونم کنم. فرم الزامی هم هست. بعد وبسایت رو بزن اینجا. چون من وبسایت داشته باشم همیشه در تو میدونم، نیاز نیست تو من وبسایت میبینم، خودم زنگ میزنم، میتونم تو رو قانع بکنم بیای، میتونم برات پروپوزال بفرستم. نیاز من وبسایت تو، بنابراین وبسایت هم میذارم. هیچ چیزی نیاز داری تو بذاری. مثلا یکی از این دفعه قبل بود، نه دو تا قبل، آپتیمال 3 بود، از این اومده مثلا اینجا برای رنوویشن بود، نوشته مثلا متراژ خونه یا اون منطقه کد پستتون هم اینجا بزنید. آقا این لازمه، چون اینو نداشتید من اصلا سمت اینستاگرام نمیرم، من فقط نورسیو و تورنت کار میکنم. آقا اگه اینطوری کد پست رو بگیرید که اگه فقط پیغام میده با اونجا کار متشکرم، یه وقت خودتون به وقت مخاطب رو نگیرید. تو فرمتون چیزی که لازمه رو بزنید، نه چیزی که دیفالت داره. معمولا همون پیش‌فرضه که میاد همون رو میزنیم و میره، در صورتی که حتما ادیت بشه. مثلا توی این سایت من کانتکت هاست می‌خواستم بگم، این صفحه اول که اینه، این صفحه کانتکت پرزنتیشنش اینه، فیل فری تو کانتکت اس باشه. اینو من 3 برابر کوچیک کردم. این ببین تا اینجا صفحه با حالت عادیش خیلی نیست شده. این صفحه دومشه. من 3 بار باید اسکرول بکنم، 3 تا صفحه باید بیام پایین تا تازه برسم به اینجایی که شما می‌بینید که نوشته کمپانی اینفو. ادرس این هیچ کدوم هم لینک نداره، هیچ کدوم هم به اینجا لینک نمیخوره. یه دونه آدرس جیمیل نوشته که ما توضیح رو ننویسید تو بیزینس جدید، همون اینفو @فلانتونه. حالا بعدا من این جلسه شما میتونید اینو بچسبونید به همین جیمیلتون، با جیمیلتون همین رو مدیریت بکنید. به سادگی و رایگان هم هست. اون این ایمیل جیمیل رو نزنید اینجا. و بعد فرمش هم همونطور می‌بینید نیم، ایمیل، سابجکت، مسیج. چقدر این کمک میکنه به این کسی گاردن داره. درسته که متراژ حیات رو میگیره، منطقه رو خیلی بیشتر بهش کمک میکنه. اینا کارهای سبزی و چی میگن با گاردنرینگ ها انجام میدن. باز حالا توی این یکی سال H2 پلاسماست. H2 پلاسما هم که میبینید فقط نیم، ایمیل، مسیج، یه دونه حالا نقشش اوکی، ولی این فرم هیچ کاری نمیکنه، هیچ اطلاعی، تلفن تماس، هیچ نه ایمیل نه این فرم تماس خوبی قطعاً نیست. من باید کم بودن کسایی که داشته باشن، 2-3 نفر داشتن. کلاریتیه. کلاریتی کیا ندارن؟ ولی اعتراف کردن. بابا افتخار دست بالا. کلاریتی کیا ندارن؟ خب شما که کلاریتی دارید، هم چی کلاریتی؟ یادتون باشه من تو دانشگاه دارم درس میدم، عادتم که نمیتونید لایو بدید. خب حالا کسایی که کلاریتی ندارن دستشون بالا. دستشون خوب رفت. اما اسمشون میخوام مثلا دیدید یا ندیدید، دارید یا ندارید. بگید نداریم. آره قشنگ با خیال راحت، چون دیگه اولین راه حل مشکل پذیرش مشکل. بعد از اینکه ما پذیرش کردیم ما مشکل داریم، بعد میریم اون حل بشه. کلاریتی این از مال مایکروسافت، نرم فوق العاده ایه. رایگان هم مثل آنالیتیکس مال گوگل هست. یه کدی بهتون میده، میره تو سایت که ساده است، نصبش که سرچ کنید در میاد. بعد به ما یه دید خیلی خفن میده. ببین من تو جلسه قبلی گفتم ما تو مغازه که وایسادیم یا تو شوروم یا تو شرکتمون، طرف میاد وارد میشه، قیافش رو میفهمه این کار هست. اولین سوال قرصون همین مشتری بشو هست یا نه، به این شمه میرسی. ولی تو سایت ما هیچ دسترسی به مخاطب مشتری نداریم. کلاریتی چشم ما رو دقیقاً باز میکنه. مخاطب که کجاها رو کی مثلا میبینی من نمیدونم چرا، ولی این همه کلیک شده رو صورت این خانم. نظر خودم نظری ندارم براش. ولی حالا اون کاری ندارم، اینجا هم کلیک شده. هر جایی که موس اینا کلیک شده یا حالا نسخه موبایل هم داره که تو موبایل هم دنیا کنید دقیقاً به ما میگه. علاوه بر این کجاها کلیک کنید گزینه‌ها کلیک میشه. مثلا خیلی هم میبینید اینجا 20 تا منو دارن، بعد تو هرگز کلیک نخورد. اونورش دار. اگر چیزی داری که کلیک نمیخوره چرا اونجا وقتی که جلو در واقع مشتری تمرکز به هم میزنه. یا مثلا این دو تا وسطی مهم‌ترن اینجا باشه. اون دو تا رو باید بود اول که راحت حالا فارسی باشه از این و انگلیسی باشه اول. این نگاه ما رو کاملا باز می‌کنه که مخاطب وارد سایت نمیشه کجاها کلیک می‌کنه. علاوه بر کلیک یه چیز دیگه هم میگه اسکرول که تا کجا میان پایین. مثلا به این سایت ما این حدوداً ببین وسط سایت من ببینی نصف صفحه اسکرول داره. فقط 30% افراد اسکرول می‌کنن نصف صفحه تا نصف. ما با عشق تا پایین آخرین چیز فوتور شروع می‌کنیم متن دقت کردید؟ در صورتی که به اون انتها نداشتم خیلی آبروریزم 7% خیلی کم. به اون پایینی که من دارم دقت کردم لوگوهای مشتری دارم 7% هم نمیرسن. البته بعضی میگن این 7% هم اصل کاری ها. این هم یه نگاه درسته. ولی به هر حال دیده نمیاد اون چیز اصلی همون فرست ایمپرشن است. باید بالا بذاری که سریعتر دیده بشه. یه کار دیگه که میکنه الان دیگه من نمیارم، ویدیو رکورد میکنه.
یعنی هر کس وارد سایت میشه اصلا موسش کجاها تکون داد، نه ویدیو ها قشنگ میگی توی ویدیو پلی می‌کنی کجاها کلیک کرده و شما دقیقاً انگار که از روی اسکرین کپچر دیگه اسکرین کپچر براتون میگیره از مشتری شما. کسی وارد سایت میشه دقیقاً می‌بینید کجاها کلیک می‌کنن، چیکار می‌کنن، کجا گیر می‌کنن، کجا راحت کارو انجام میدن، کجا سریع‌تره و الی آخر. یه چیز دیگه ای که دوست دارم خیلی بهش توجه کنید فوایکونه. فوایکون می‌دونید چیه؟ اون آیکون اصلی که این بالاها می‌بینید توی سایت تواون میگن فوایکون یا فیورایت آیکون ما میگیم فوایکون. الان همین سایت شما هست. می‌بینید من وا کردم تا یکی اینا رو نگاه می‌کردم و اسکرین شات می‌گیرم ایناست. شما با یه نگاه اگر مثلا دیگه توجه جلبی مفید کار می‌کنید، شما به کدوم اینو توجه می‌کنید؟ به این پارسیاه توجه می‌کنید، به این خیلی توجه می‌کنید. این اصلا لوگو نداره، اینشورنس کانادا. این اصلا نداره هیچ. این یکی کاملا خودشو بولدش می‌بینید تو ذهن میمونه اینا. احتمال کلیک اینا بالاتره. ولی مثلا این هم هودی شما بود دیگه. هودی بود سایت کی بود؟ شما. ببین نه که زرد لوگوشون الزاما فواکن نباید زرد باشه، میتونه سیاه باشه یا میتونه زمینه زرد یا زمینه یه دایره سیاه بده، همون زرد اگر هویت برند زرده این باید دیده نمیشه توی مرورگر. بنابراین اینا رو درست کنید. پس این فواکنشون رو هم کنید. بعضی هستن استوری بازن، یعنی پیج چیزشو باز میکنه، این سوشال میدیاشو که باز میکنه این بالا میزنه رو استوریا، همینا رو میره جلو، تموم شد رسیده ته میبنده میخواد. بعضی این مدل بعضی میرن توی قسمت ریز اینو میزنن شروع میکنن نگاه کردن، یه جا میرسه چششون خسته میشه میخواد. بعضی هم اینا رو میرن پایین، این ترکیبی از پست و ریزه. بنابراین شما باید تو همه اینها حضور فعال داشته باشین تا به چش فالووراتون بیاد. ریلز اگه داشته باشین اینجا یه جایی اضافه میشه، حالا تو اسلایدهای بعدی میبینیم اونایی که دارن. این پیجایی که دارن میگن اصلا ندارن. مثلا کار ورزش میکنی شما که عادل گفت ویدیو میتونید ریلز خیلی میتونین بسازین که ریلز ندارین اصلا. مثلا ویدیو خود کارو آره. یا مثلا ریلز داره بیزینس استوری نداره. شما اگه از نور، از تصویر، از صدا و ادامه بده فالو کردن شما، سناریو داشته باشید برای بیزینس، چیز مهمی هست. اگر انجام بدین رعایت بکنید در یک بازه بلند مدت یه چیزی بوده باشه حداقل 6 ماه تا 1 سال به نتیجه‌ای میرسید که می‌بینید این پول داره بهتون برمیگرده. ولی خب متأسفانه اینجوریه. هر بیزینسی هم همینه دیگه. شما الان همینجا برای خیابون گیران هم بخواید رستوران بزنید، اولش باید $100,000 ریز توش، یواش یواش وایسی خاک بخوره تا مثلا 6 ماه دیگه خیلی مشتری بیاد. اینم دقیقاً همینه، مغازه باز کردنه. یعنی شما باید مغازه باز کنی، هزینه کنی، بشناسن. بعد یه جوری میشه که مثلا همین تورنتو داری راه میری هر انگشت نشونت میدن. من خیلی سختم بعضی موقع یه جایی برم، یه سری ایونت‌ها برم، یه سری جا برم، مثلا با بچه‌ها وقتی می‌خوایم یه جایی از اذیتم. کلا میذارم سخته، من نه بازیگرش کار می‌کنم، ولی خب واسه اینجوریه دیگه. باید برسیم به اون نقطه‌ای که بشناسنتون. باید برسیم به اون نقطه‌ای که نشونتون بدن باید. چرا نشونتون بدن؟ چرا نگن آقا فلان مثل CFA مثلا مثل